سلام به همه عزیزان خودم. دوستان ما نفهمیدیم دیروز این امامی کاشانی جمعه بازار داشت یا کمدی استنداپ. اصلا من چرا بگم؟ به قول قدیمی ها چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. نکته اول این سخنان پریشان و بیهوده است که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره گفته است. این سخنان اونجا گفت و عده‌ای هم براش کف زدن. حالا اونجا خوبه فقط کف زدن، تو داخل نظام سر همین صحبت ها به جای کف گاز زدن، سنگ زدن، کوسه دم و پاچه دلواپس ها رو گاز زد، اونا هم سنگ زدن به سر و کله و امامه کوسه. خب بگذاریم اصلا کنگره رو چی کار داری تو؟ توافق چی شد؟ ضرب الاجل چی شد؟ اگر ایران با 5+1 به توافق رسیدن، طرفین برده اند، یعنی برد و برد است نه برد و باخت. ولی اگر به نتیجه نرسید برد و باخت است. چطور؟ ایران برده است و 5+1 باخته است. ایران در چی برده است؟ در این که به دنیا نشون داده است منطق ما منطقی است درست. بگی منو با این منطق بسیجی کشه به پای وقت رودل نکنی. ما بالاخره نفهمیدیم شما فکر برد خودتونی یا برد 5+1. اصلا چرا نگران باخت 5+1 تو؟ هرس چیو میزنی؟ واسه کی داری جوش میزنی؟ و شما 5+1 و همه کسانی که با شما هستند شما باخته اید، چون به دنیا نشون دادید اهل زورید، اهل سخن باطل هستید، یاوه‌گویی میکنید و فکر میکنید که این خوی استکباری شما رو ایران میپذیره. این هم باخت شما. پس شما آبروتون رفته و ایران به یک حیثیت و آبرویی رسیده که برد اوست. و اگر برد و برد بود که به نفع طرفینه و به نفع جهانه. عجب گیری کردیم ها. خب بذار اصلا حیثیت و آبروی 5+1 بره. تو رو سننه مگه نمیگی استکبارن؟ خب چه بهتر که آبروشون بره. مگه نمیگی اگه مذاکره به نتیجه نرسه شما بردی؟ خب پس این همه دنگ و فنگ و دردسر واسه چیه؟ این همه نرمش و گردش و چرخش واسه چیه؟ بزنید میز و چپ کنید دیگه، بعدم شما برنده بشید و طرف مقابل بازنده. نظرت چیه؟ جهان 1 میلیارد و خورده ای جمع 7 میلیارد و 7 میلیارد و خورده ای جمعیتش، 1,700,000,000 تقریبا مسلمان، بقیه مسیحی و یهودی و تیپ‌های مختلف. این 7 میلیارد و اندی، اونی که بالای 7 میلیارده، یعنی فرض کنید مثلا 1,000,000 نفر، 1,000,000 نفر تهدیدن برای 7 میلیون. اینو بدونید، این یک واقعیتی است در دنیا. نخوری زمین، چه ربطی داشت به هم؟ آقا این بابو گلابی چی داره میگه؟ بالاخره جهان 1 میلیارده یا 7 میلیارده؟ تیپ های مختلف کدومه؟ اصلا 1,000,000 و 7 میلیارد چه ربطی به نتیجه توافق داره؟ به جان خودم این قاطی کرده، فشار ضرب الاجل زده، سیم پیچاشو سوزونده. اصلا از برد و باخت بیا بیرون. بگو ببینم وسط این تحریما چه غلطی میخواید بکنید؟ ریاست محترم برنامه و بودجه گفتن، چه جمله خوبی هم گفتن، و اون این است که لایحه‌ای که دولت به مجلس داده و مجلس محترم تصویب کرده، یک ذره‌ای، یک قرونش مبتنی بر این نیست که مذاکرات به نتیجه برسه.
یک قرونش هم مبتنی به مذاکرات نیست؟ خب اگه نیست مگه آزار دارید که رفتید پای میز مذاکره؟ بعدشم بگو ببینم این بودجه رو چجوری میخوای بدون مذاکره تأمین کنی؟ نکنه واسه به چاپ کیسه دوختی؟ و مالیات مسئله است مهم و رهبر عزیزمون در یکی از ملاقات هاشون در اقتصاد مقاومتی روی مالیات، روی تولید داخلی، روی وضع در داخل تکیه کرده بودن. بله دیگه، این آخوندا از هر طرف که به چرخن از نهایه 4 دست و پا میفتن رو سفره چپاول، اونم با انواع و اقسام شیوه ها. بعضی خیال کردن در فقه اسلام 2 پول است که داده می شود، یکی خمس و یکی زکات، ولی بدانند که پرداخت مالیات به حقوق دولت واجبه و فرار کردن 2-3 تا دفتر درست کردن اینها برخلاف شرعه. بفرما، یک کلاه شهری میذارن روشو، بعدم به اسم زکات و خمس و مالیات مردمو میتیغن. اینم از برد ولایت، زمین و زمان و دوخ به هم تا آخرش برسه به دزدی خودش. جمع کن بابا، جمع کن کمدی استنداپ تو این آبقور بازار نظام. وقت این هر و کرکرا گذشته.